чунин ширкатҳоро барои дар оянда умуман роҳ надодан дар озмонҳое ки барои غالب آمدن اشتراک کنن در آزمون اشتراک کنن ما رو نمیتیم. بحث مشتریان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه موضوع اساسی نشست خبری کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان. سوال اساسی خبرنگاران این بود که چرا تا حال بعضی شرکت‌ها یک خانه را به چند کس می‌فروشند. این مسئله علاقه از جانب شهردار کاربری رفته شده است. حالا اگر شما طریق تلویزیون و سامانه‌های اینترنتی دیده باشید در تمام شهر کوارتکور زده شد. دلخواه شهروند میتوند طریق کوارتکور وارد شود و این منبع رسمی یگانه است که از اونجا باید کدام شرکتی باشد معلومات دسترس کنند. منظور مقامات این نظام است. 2 ماه پیش در نزد تمام بناهای پایتخت QR کد نصب کردند که به واسطه آن ساکنان می توانند درباره بنا و شرکت خانه‌ساز معلومات گیرند. در این مخزن تمام اطلاعات درباره شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه ذکر شده است. اگر شرکت با رنگ سرخ اشاره شده باشد، خانه خریدن از آن توصیه داده نمی شود. به گفته مشتریان، مشکل اساسی در اجازتنامه داشتن یا نداشتن شرکت‌ها نیست. شکایت اساسی مشتریان از جمله این ساکنان در محله گیپرزمی دوشنبه این است که شرکت یک خانه را به چند کس فروخته است. در همین شهرنامه ما یک خانه در 2-3 نفر فروخته شدگی است. تو 4 نفر تو 5 نفر من همه جبر دیده دامی نزد شما همشون من خیلی شهرنامه دست جانده هست. یک روزی امید خانه خریدیم که فرزند این ولید مصاحب خانه شود. نه که این نمیدونم اینا چی بگم دیگه که دفندی امی آدمو زدیم. اینا چند ساله که ما دویدی هستیم نه سومونه گرفتم نه خانه گرفتم. وقتی که ما خانه را فروختیم با اینجا خانه گرفتیم چه خانه ارزان بود از ما حیات مونده دیگه تر خانه خریدن هم. رئیس کمیته ساختمان باور دارد که برای پیشگیری از این بحث‌ها باید دانش حقوقی مردم بالا برده شود. از جمله مشتریان باید شرطنامه با شرکت را در اداره نتاریوس ثبت کنند. ما در شرایط بازرگانی قرار داریم. مناسبتی بین دو سوبیکت خواجگیداری است. شهروند و پودرچی کارهای ساختمانی. برای خریدن این یا انشاء بگیم که منزل‌های حکومتی با وی شهرنامه میکنند و شهرنامه را باید در دایره انما خوی شهروندی با امضا رسانیده در نتاریوس باید به قید گیرند. چون که وقتی که به قید میگیرند و علاقه حکم حقوقی یوریدیکی دور میگیرد. شکایت‌ها از فریب خوردن مشتریان از شرکت‌های ساختمانی بعضی ساکنان را از خرید خانه بازداشته است. البته می‌فهمیم که وایشان شرکت‌چیو فریب نکنن. بعد هست همین حالتایی که فقط خانه در 2-3 کس فروختن این یک پروبلم دیگره. پروبلم دیگر در اونه که кстати bu ay soli nav qiymat kadiyan, к сожалению. Очень это неприятно. Да, в танке $100 qiymat shdas из-за того, что налог go'yoki barziyot shdas.